ما داریم الان توی میدون نقشجهان، اطراف میدون نقشجهان بازارش رو مرور میکنیم و میریم میبینیم علم زنی مسجد شیخ لطف‌الله‌ست. یه جا خراب بشه چیکار میکنیم؟ میشه پاک کرد؟ پاک میکنیم بله، حالا آب رنگیز پاک. فکر کنم این ساب میخوره میشه این بعدش پولستر میخوره تقلیم شما میشه این. خب دوستایی که منو دنبال میکنن، ما داریم الان توی میدون نقشجهان، اطراف میدون نقشجهان بازارش رو مرور میکنیم و میریم میبینیم. الان هم داریم ادامه این بازار آهنگران رو میبینیم که شاید بعضی از مغازه های آهنگری هم وجود داشته باشن مثل این مغازه. این حاج آقا هفته دارم مغازه خوب بوده. این ادامه بازی آهنگراست. سلام خوبی؟ خب میایم میرسیم به یه مسجد. دوباره درب یه مسجد شیخ لطف‌الله. ببینیم مسجد شیخ لطف‌الله است توی میدون نقشجهان و ادامه میدیم بازار رو. این بازار رو بازم ببینیم. موافقیم؟ بریم. ادامه مسجد ادامه بازار ادامه بازار آهنگران. این لباس محلی با حال شما ایوان سایران چوب پیدا کردیم. حضرتی سلام، خدا قوت. سلام، میتونم فیلم بگیرم ازتون؟ سلام. بس. آقا این هنر اسمش چیه بگیم؟ علم زنی. افتاده که استفاده خاصی هم میخواد باشه. این نفته رو اول میکشن بعدش هم دیگرم میکنم بعدش دیدم دارم. خدا رو شکر خیلی قشنگه. آقا خیلی ممنون. این اینستاگرام میشه. ادامه میدیم مسیرمون رو. کارهای سه‌بعدی.
صدای قلمزنی میاد دارم. سلام، میتونم فیلم بگیرم؟ نه بس. خیلی دارم. این چه قلمزنیه خوشگلی داره. سلام، میتونم فیلم بگیرم؟ خیلی ممنون از شما. سلام. وقت بدیم. چه کاره فوق‌العاده زیبا. خدا قوت. اینجوری اول سرشو می‌ریزم. بعد اینجوری قلم می‌کنم. اینه بعد از قلم این کارو می‌کنین آره؟ بله. این تراش تراش اون طلاییش در میاره. بله. خیلی خدا قوت، خیلی زیبا. ممنون از شما. خدا قوت. خب ادامه میدیم. خوشتون اومد لایک کنید دیگه. اگه خوشتون اومد سابسکرایب کنید، لایک کنید. بازم براتون از این فیلم ها بذارم. بریم ادامهش. اینم بازم دوباره ببین هر وقت یه دالان اینجوری داره که به میدون نقشجان باز میشه دوباره میایم تو بازار اینجوری. مثلا اینجا سقف‌های زیبا و مغازه‌های موضوع. دوست دارم بدونم که از این قدم زدن‌های که همراه من هستین خوشتون میاد یا نه؟ بنویسید برای من. خیلی اینجوری بعضی فیلم ها رو خیلی طبیعی نمیزنیم که همتون ببینید. خیلی هم قدم بشیم. این بازار رو ادامهش رو بریم. این دوباره تای نقش جهانه، یعنی میریم این بر این پروژه در میاد. تحصیل میکنم. سلام، میتونم فیلم بگیرم ازت؟ خیلی ممنون از شما. خوبین؟ قربان تصحیح انجام میدین؟ بله اینا رشته. میتونم کنارتون بشینم؟ بله بفرمایید. این استا خیلی ظریفه شبیه کاری تصحیحی خیلی ظریفه. رنگاش اینجا تنظیم میکنم دستشون نهایتا. بله آوا رنگ تنظیم. بله دوباره چی؟ سنباده اینجا زیر دستی که دستشون میزن رنگی نشه. پاک نشه پاک نشه. جوی از این هوا نگاهم من خودم را از یاد ببرم حس در هوا هوا تو دارم باشد
باشد. فرمودین اینا همش ذهنیه. بله یه جا خراب بشه چیکار میکنیم؟ میشه پاکه؟ پاک میکنیم بله. حالا آب رنگش پاک میشه. خیلی قشنگ میکشه. آفرین. دستتون طلا. خدا شما رو حفظ کنه. سلامت. گنجینه شما این. این کارا همه ترسیبه یا نه؟ کار اسم نه به هر کدومش یه اسمی داره. نگارگریه کلا رشته میگن نگارگری، ولی رشته به رشته. صورتش کلا مرغ، نارشتش سبا، ولی نگارگری میگن. این میشه بچه ببین درسته؟ نه این هم همین سرینه تموم شده. شجه مخالفه برداری کنین اون میشه. که طلایی داره اون بالا. بله اون بالاست. دیگه تموم شده شما. این حالا این چیزی روش میاد؟ بله پلیستر بعد میزنیم حالا پاک میشه. ولی بعد دیگه چقدر وقت میگیره یک کار مثلا الان همین زیر دستتونه چند روز وقت میگیره نقاشیش؟ میگسته که به کارش ده اینا کارش قویه است. تقریبا هر یه دونش 3 روز 4 وقت میبره تا تموم شه. بله اونا ببینید چخ ریزی ها چخ بعدنه. این هنو فانداسیونش. واو بچه این فانداسیونش. ولی اونا دیگه ظریف کاری. اون قیمتش چنده الان اون بالا بزرگه؟ اونا توش هم خاتمه مثل اینه. خب 5 میلیونه. 5 میلیون. این چقدر تموم میشه اگر؟ این هم همون حدودا 500 تومن کمتر. ولی این نسبی خاتمش بله خاتمش نسبی پولی بیشتریش پول خاتمشه. که خاتم کاره میدیم اینا برام بساز. خیلی عشق غیر از عشق هیچ کاری هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته. یعنی فقط عشق اینجا واقعا همینه. یک نیازه پوله نه. خیلی ممنون از پذیرایی شما که منو پذیرفتین بیام ازتون فیلم بگیرم و دیگران هم لذت ببرن. سپاسگزارم. اسم شریفتون هم میگین؟ کلانی هم. آقای کلانی. خیلی عالی آقای کلانی. خیلی ممنون از شما. خدا شما رو حفظ کنه. با اجازه. قربانت. خدا بزرگ. سلام. خب آقای کلانی هم که تنصیب کلانی خیلی کار قشنگه ظریف. آبا از بغل شور نمیکنه. اوکی؟ اینا به درد نخوره. مثل این خب اینا که شبیه عتیقن. سلام علیکم. میدونم فیلم بگیرم ازت؟ بله خدا قوت. چیه این؟ چه هنریه؟ فیروزه کوبی. فیروزه کوبی. نه همه رو باید بشینین کنار هم دیگه. آره سنگ هم دیگه درسته؟ سنگ فیروزه. سنگ چی هم؟ فیروزه فیروزه که میشن بچه خیلی زحمت داره که چیه اون زیرش؟ چسب چی؟ چسب غیره؟ نه چسب مخصوصه. بچه الان دارین یه رنگ میزنین یا رنگ‌های مختلف رو با هم دیگه میزنین؟ مثلا الان رنگ سفیدش زیاده یعنی اصلا فیروزه‌ایه. حساب میخوره
که بعد اون میشه فیروزه‌ای ها؟ سلام. پلیستر رنگش تغییر آها تغییر میکنه. چون یه طرفش آدم میبینه فیروزه‌ایه ولی اینجا میچینین وسط سفیده. مغزشون پلیستر میخوره روش آره؟ یکیشو بدین همینجا نگه داریم بگیم یادش رو ببینید اینجور ریز ریز ها. این الان پلیستر نخورده است؟ پلیستر نخورد این نخورده است حساب خورده کارش تمام شده آها اینه بعدش اینه ببین اینجوری هنوز بیرون زده فکر کنم این ساب میخوره میشه این بعدش پلیستر میخوره تقدیم شما میشه این شما هم کیف میکنی فکر میکنی پلاستیکه داداش اینه اینجوریه بعد فکر کنم نقاشیه بعد ببینه همه میان میگن آره خداییش پلاستیکه. این چنده آقا؟ قابل شما نیست مامان صاحبش نداره چنده؟ 490 این 500 تومنه با این زحمت ها یعنی اینجوری چیدن روز بعدی خانم چند روز باید اینجوری کار بکنن تا بشه این البته فکر نکنی 500 تومن ایشون میگیرن این مس داره فلان داره مغازه اینجا هست یعنی واقعا خیلی پرزحمت چند روز بوده روی این کار کرد این چند روز رو این کار چسبش خیسه هنوز بله دست نزدم هنوز خیلی خدا قوت خیلی سپاسگزارم از شما خدا قوت به شما خیلی ممنون از شما خیلی ممنون از آگاهی که دادیم به مردم مرسی خب من دیدین دیگه اینا دیگه فیروزه کاری و دیگه خود دانید خب میرسیم به اینجا که دیگه بحث این مسجد شاه یا مسجد امام هم میشه عالی خیلی عالی بوده من لذت بردم از این بازار هنوز یه بخشش مونده اون بخشش مونده ندیدیم و تازه این بخش رو دیدیم از اونجا اومدیم تا اینجا که این مسجده خیلی داره زیاد میشه یه ویدیو دیگه هم میذارم براتون